سپس مؤلف حفظه الله تعالی نقطه دوم رو ذکر می‌نماید: القدوة الحسنه. قدوه نیک، نمونه نیک بودن. نمونه نیک یعنی انسان با اخلاق، گفتار و عمل خود برای دیگران سبب عبرت و پیروی حق می‌گردد. انسان نه تنها با سخن بلکه با رفتار نیز مردم را تأثیر می‌رساند. و چگونه گفتن بسیار وقت عمل خوب از هزار نصیحت هم بهتر است. این گونه سخن‌های خلقی هم هست. برای همین شیخ می‌فرماید که کن قدوة صالحة فی مجتمع. در این مجتمع یک قدوه، یک الگوی صالح باش، یک الگوی نیکو باش. در جامعه نمونه صالح باش. زیرا صحابگان کرام رضی الله عنهم از آنچه از پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میدیدن بسیار یک تأثیر عمیق میگرفتن. برای همین الله سبحانه و تعالی فرمود: استعیذ بالله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. به درستی که برای شمایان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک الگو و نمونه بسیار زیبایی بود. لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. برای کسی که امید و رحمت الله و روز آخرت را دارد. و ذکر الله کثیرا. و بسیار الله سبحانه و تعالی ذکر یاد میکند او را. در اینجا مؤلف حفظه الله تعالی برای ما و شما یادآوری میکند این آیه کریمه را که مسلمان باید کوشش کند در میان مردم نمونه نیکو و خوب و الگوی باشد. چرا خوب باشد؟ از خوبان باشد. زیرا آدمان به یکدیگر تأثیر میگذارند. اگر کسی راستگو و با آداب پاک سیرشت و پاک دامن بود، اهل نماز بود، خوش معامله باشد، دیگران نیز از آن عبرت میگیرند. پس این قضیه سبب فساد جامعه این است که مردم از علم دور شدند، یکدیگر را در فساد کمک کردند و آمیخته شدند. اگر تو خوب بودی حتما همنشینان تو هم خوب میشود. صحابگان کرام رضی الله عنهم بزرگترین نسل بودند، ولی آنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم آموختند. نه تنها فقط سخن او را میشنیدند، بلکه رفتار، عبادت، اخلاق و معاملات او را نیز میدیدند و از آن پیروی میکردند. برای همین الله سبحانه و تعالی فرمود: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. برای همین رسول الله برای شما یک الگو، یک نمونه نیکو و زیبایی است. الله میفرماید که در زندگی اخلاق، صبر، عبادت، معاملات و دعوت بهترین نمونه بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. پس این نمونه رسول الله صلی الله برای هر کس سودمند است، مخصوصا برای آن کسی که لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، مخصوصا برای کسی که امید رحمت الله، امید الله و روز قیامت را دارد، بر آن ایمان دارد. و ذکر الله کثیر، و کسی که مخصوصا الله را بسیار یاد میکند. پس هر کسی که دلش زنده است، هر کسی که دعوا میکند دل دارد، باید حتما از رسول الله پیروی کند، وگرنه سخنش دروغ است. برای همین هر یک ما باید از همدیگر، از خود بپرسیم که آیا من برای خانواده خود یک نمونه نیک هستم یا نه؟ آیا در نزد خانواده خود، فرزندان خود اخلاق نیکو دارم یا نه؟ یا همسایه ها، دوستا و شاگردان با آنها با آداب خوب معامله میکنم یا نه؟ و با اون مجتمعی که قرار داری. حتی تا آن درجه‌ای که شیخ میفرماید که امر الله نبیه صلی الله علیه و سلم، الله پیامبرش رو امر کرد به چی؟ ان یقتدی بمن سبق من الانبیاء، اقتدا و پیروی نماید از آن کسانی که از انبیا پیش بودند، با صبر و غیر از این چیزها. و الله فرمود که اولئک الذین هدی الله، آنها آن کسانی هستند که الله آنها را هدایت کرد. فبهداه مقتدی، و با هدایت آنها تو گام بنهین، قدم بزن. و قل بگو لا اسألکم علیه اجرا، من در این دعوت دارم از شما هیچ اجر نمیخواهم، برای من هیچ چیز لازم نیست. این هو الا ذکر للعالمین، به درستی که این جز پند است برای جهانیان. این آیه کریمه برای ما نشان دادی راه حق است، که حق یک راه است که همه پیامبران در آن متحد بودند، راه عبادت الله سبحانه و تعالی و دوری از طاغوت. گرچه که شریعت ها با بعض جزئیات ها فرق میکردند، اما اصول یک بود: توحید. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الله را عبادت نما و از طاغوت، هر گونه عبادت های غیر الله بپرهیز. این عبادت رو با اخلاص پیوست کن، با متابعت پیامبر آنها را گره بزن، با راستی و صبر و دعوت به سوی حق و اخلاق نیک آنها را زینت بده. تا آن درجه که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم امر شد، الله او را امر کرد که از پیامبران پیشین اقتدا و پیروی کند. پس اگر بر بهترین انسان، بر پیامبر صلی الله علیه و سلم امر شده باشد که از پیامبران پیروی نماید، پس بر ما هم لازم است که آن را بیاموزیم و از آنها پیروی کنیم. بر ما لازم است بفهمیم که دیگران با این کار، با پیروی از آنها و پیروی از رسول الله بیشتر نیاز داریم. و این آیت
اشاره و نشان داد آن است که اولا پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم، سپس پیروی از اهل حق بودن با آن کسانی که در راه حق هستند، در راه کتاب و سنت با فهم سلف امت هستند، از راه صالحان و پیامبران دور نبودن و خودسرانه برای خود راه را پیشه نگرفتن. پس قدوه حسنه در رفتار بر دیگران تأثیر میبخشد. یا نصیحت با سخن. صحابگان کرام از رسول الله صلی الله علیه و اقتدا میکردند و او صلی الله علیه و برای آنها یک الگوی نمونه زیبایی بود. از رکیب مولای ابن عباس رضی الله عنه روایت است که ان عبدالله، اینکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما اخبره، برو خبر داد اینکه بات لیلة عند میمونه زوج نبی، در نزد میمونه در همسر پیامبر در آنجا خواب رفت در خانه وی و هی خالته، در حالی که خاله‌اش بود، میمونه خاله‌اش بود ابن عباس را. بیان آموزش نمونه نیک که ابن عباس رضی الله عنه نزد میمونه شب را گذرانید. کریب از ابن عباس روایت کرد که یک شب را نزد میمونه همسر پیامبر که خاله ابن عباس بود گذرانید و ابن عباس رضی الله عنه آن وقت جوان بود و او می‌خواست عبادت شبانه پیامبر صلی الله علیه و ببیند و از آن بیاموزد. این بیان دلیل حرص پیامبر بر حرص صحابگان بر آموزش علم و پیروی از رسول صلی الله علیه و بودند. یعنی تنها با شنیدن حدیث قانع نمی‌شدند، بلکه می‌خواستند با چشم خود هم ببینند تا بهتر بیاموزند. با اهل خیر نشستن آنها، با اهل خیر بودن آنها و مشاهده کردن آنها، از اهل خیر آموختن آنها و برای آموختن سنت چقدر کوشش میکردند. بیان طرز خوابیدن را در اینجا ذکر می‌نماید. میگوید من بر پهنای بالش خوابیدم، خواب کردم و رسول الله صلی الله علیه و با اهل خود در طولی در درازه آن خوابیدند. یعنی این جزئیات حدیث نشان می‌دهد که ابن عباس تمام حالت را با دقت نگاه می‌کردند برای گرفتن علم، آموختن عمل بر آن. یعنی مهم این است که می‌خواست حال پیامبر را از نزدیک ببیند تا از او چیزی بیاموزد و همچنین دلالت بر آن می‌نماید که صحابگان که چگونه چه اندازه بر سنت نزدیک بودند و نزدیک می‌شدند و همچنین بیان بیدار بودن، بیدار شدن رسول الله در نصف شب و گذراندن نماز. چون رسول الله صلی الله علیه و هنگامی که نصف شب شد یا که اندکی پیش از آن یا اندکی بعد بیدار شدند. این دلالت بر آن است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم اهل قیام شب بودند. نماز شب از بزرگترین عبادت هاست و این را علما گفتند که این از عادت‌های صالحان است. الله بر ما توفیق بدهد. این شب زنده داری با نماز با عبادت فضیلت بزرگ دارد. بهترین نمونه که در آن خود پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. وقتی که برخاستند صلی الله علیه و سلم نشستند و خواب را از روی خود با دستانش پاک کردند، روی خود را شکیدند تا که خواب از او دور شود، نه اینکه باز خواب برود. مثل ما در نصف شب که بیدار شویم نمیخوایم بیدار شویم، بلکه میخوایم که زودتر با خواب برویم، بلکه خواب را از روی خود دور کردند. سپس ده آیات آخر سوره آل عمران قرائت کردند. یعنی این آداب بیدار شدن است. در دیگر روایت مسواک میزدند. اگر هر شب که بیدار میشدند، آداب بیدار شدن، بیدار شدی مسواک بزن، بیدار شدی برای عبادت برخاستی خواب را از روی تله بده، دور بساز تا انسان آرام بیدار شود، هوشیار بگردد و ذکر و قرائت شب را با این جملات، با این آیات ها آغاز نماید. قرائت 10 آیات سوره آل عمران و الله سبحانه و تعالی برای ما توفیق بدهد. پس این عبادت باید با حضور دل باشد، نه تنها با حرکات های ظاهری. حضور دل مهمتر است از حرکات های ظاهری دیده و هر دو با همدیگر پیوند میشوند، یک میوه شیرین حاصل میشود. و سپس رسول الله صلی الله علیه و نزد آن چیزی که در آنجا آویزان بود رفتند و در آنجا وضو گرفتند و وضوی خود را نیکو انجام دادند. نه تنها وضو گرفتند بلکه وضوی نیکو انجام دادند. این نقطه خیلی مهم است برای انسان، خیلی خیلی مهم است برای انسان، خیلی فایده های میرساند، خیلی فایده های میدهد. یعنی که رسول الله وضو را با دقت کامل انجام دادند. پس این برای ما میفهماند که از برای عبادت آمادگی دیدن از برای نماز، که نماز مقدمه‌اش وضوی نیک گرفتن است، با احسان باشد. اگر وضو نیکو شد خود نماز هم نیکو می شود. و همچنین این هشدار است که رسول الله صلی الله علیه و هنگام وضو گرفتن چیزی نمیگفتن به غیر از بسم الله، تنها بسم الله میگفتن خلاص. هنگام وضو هم چیزی نمیگفتن و هنگامی که بیتون میرسید سپس دعا میگرفتن، دعا میکردن. وضو باید با آرامی مطابق سنت باشد و انسان باید برای آن عبادتی که باید انجام بدهد پیش از آن باید این عبادت را خوب نیکو انجام بدهد. و ابن عباس رضی الله عنه میگوید که من هم هنگامی که دیدم که رسول الله برخواست این کار انجام داد، منم خواستم از کار از پیش مثل آنچه که او کرد انجام دادم. خوشا به حال آن بنده‌ای که حدیث را میشنود با آن عمل میکند. که این جملات روشن‌ترین دلیلی تأثیر نمودن عمل بر حیات انسان باشد. و رسول الله صلی الله علیه و بر این صحابه کرام به ابن عباس یک درس طولانی ندادند، بلکه کوتاه حکاک برای که پرمضمون و زیبا و شیرین.
فقط عمل آن حضرات رو دیدن و خودشون برخواستند و پیروی کردند. این نشون می‌دهد که گاه انسان اگر تنبلی برای اومد باید خودش رو مجبور بسازد. پس این از تربیت واقعی. کودک، شاگرد، مردم وقتی که عمل نیک رو می‌بینند خود به سوی آن میل می‌کنند، خود به سوی آن رغبت می‌کنند. الله برای ما توفیق بدهد که از عمل کنندگان نیک باشیم. پس ابن عباس میگه که رفتم و در پهلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستادم. از طرف چپش ایستادم میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم دست راست خود را بر سر من گذاشت و با دست راست خود گوش من را گرفت. از طرف چپ برده گذاشت، از طرف راست برده گذاشت صلی الله علیه و سلم. یعنی که ابن عباس در ابتدا از طرف نادرست ایستاد، از طرف چپ ایستاد یا با شکل ایستاده بود. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم او را با معامله و نرمی اصلاح کرد. از سرش از گوشش به طرف چپ بود. معلومه که در اینجا تعلیم باید اول با مهربانی باشد. خطا اصلاح شد با نرمی یادآوری شود. در اینجا حال دو چیز است، حال استاد با شاگرد و حال شاگرد تعلیم شاگرد از استاد. چیزی باستن او را سرزنش هم نکرد صلی الله علیه و سلم. برخلاف ما یک کار اگر اشتباه را دیم الله کمک میکنه، الله برای ما صبر دهد. بلکه آرامانه رسول الله صلی الله علیه و دست او را گرفتند، بر او ایستادن را نشان دادند. سپس دو رکعت نماز خواندند. دو رکعت. اینم بیانگر اون است که نماز شب دو رکعت است. و سپس ویتر را خواندند صلی الله علیه و سلم. این نماز شب دو رکعت میخواندند و در آخر ویتر را انجام دادند. این از سنت های نماز شب. قیام شب با این ترتیبی که رسول الله برای ما تعلیم دادن چی زیباست، چی آرام بخش است. بهتر است که دو خواندن و با ویتر آخر نماز رو به اتمام رساندن. و سپس رسول الله صلی الله علیه و باز خوابیدند. بعد این نماز باز خوابیدند تا آنکه مؤذن آمد و اذان گفت و او را بیدار کردند صلی الله علیه و سلم. پس این نشان می‌دهد که زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک متوازن داشت. عبادت هم می‌کردند، استراحتش هم می‌گرفتند و آنگاه برخواستند دو رکعت سبوک بعد از آن دو رکعت سبوک که سنت بامدادی است، پیش از فرض بامداد است، آن را سبوک با سوره قلیه و اخلاص خواندند، سبوک خواندند ولیکن زیبا خواندند. این دو رکعت نمازی که پیامبر الله خواندند بعد از آن نماز دو رکعت نماز سنت پیش از بامداد، فرض بامداد که رسول الله هیچ وقت این را ترک نکردند و رسول الله بر این دو رکعت سنت اهمیت ویژه‌ای میدادند. از این سنت‌های راتبه‌ای که هست مخصوصا این سنت فجر و ویتر را اهمیت ویژه‌ای میدادند. برای همین شخص صالح و نیکو باید با فرض هم اهمیت بدهد، بر سنت هم اهمیت بدهد. پس این است آنچه که ابن عباس رضی الله عنه در مورد عمل کردن عملی سنت پیامبر صلی الله علیه و آله در اخلاق، در عبادت، در صبر، در معامله، در زندگی. شاید آدمان از ما چیزهای بیاموزند که در عمل ما آن دیده شود، نه آنچه که فقط گفته شود. و اینم بیانگر اهمیت تربیت اسلامی در حیات است که از الله سبحانه و تعالی توفیق می‌طلبیم و کمک می‌خواهیم، چون هر کس ضعف دارد، کمبودی دارد و از الله سبحانه و تعالی توفیق اصلاح شدن و اصلاح بودن و اصلاح کردن را می‌خواهیم و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.